سلام، وکیل شمالی هستم. با تحلیل بیت کوین، اتریوم و ریپل در خدمت شما عزیزان هستم. قرار این که تحلیل ما ستاپ محور باشه، یعنی نواحی مناسب برای معامله رو با هم دیگه در میاریم. حتی آموزش این نواحی که چطور به دست اومده رو بهتون کامل میگم و طبق ستاپ معاملاتی که حالا اگه خودتون دارین در این نواحی معامله باز میکنین، اگر ندارین قرار ستاپ های معاملاتی بهتون آموزش بدن در همین کانال یوتیوبم و شما میتونید بر طبق همون ستاپ ها وارد معامله بشید و مدیریت سرمایه رو باید رعایت بکنید تا بتونید یک معامله‌گر سودده بشید. اولین قدمی که برای تحلیل باید انجام بدین، شما باید در لایو بازار قیمت رو ببینید و نواحی پایین برای معاملات بایلاین و نواحی بالا برای معاملات سرشورت رو در بیارید که الان ما در تایم فریم ماهانه هستیم. الان قیمت بیت کوین 85,000 دلاره و قیمتی که میتونه نواحی که پایین تر بیاد، این ناحیه است که به هیدن بیس معروفه. این گره‌ای که ما داریم بهش میگیم هیدن بیس، 73500 تا 66500. خب این یک فکت. حالا میایم تو تایم فریم هفتگی. وقتی تایم فریم هفتگی رو هم میبینیم، ما یک فشردگی اینجا داریم یا همون کانال ریزشی داریم که خط روند داره. یه قانونی داریم که در آموزش بهتون کامل اینا رو توضیح میدم. خب وقتی این خط روند شکسته میشه، ما دو تا گره ایجاد میشه. یه گره‌ای که پس از شکست ایجاد میشه که ما اینجا داریم که همون هیدن بیسی که در تایم فریم ماهانه داشتیم هست که در این تایم فریم خیلی قشنگتر دیده میشه این گره. و یک گره هم قبل از شکست این خط روند ایجاد میشه. اگر گره پس از شکست تشکیل نشد، ما گره قبل از شکست رو مد نظر میگیریم، ولی اگر گره بعد از شکست ایجاد شد، اولویت ما گره پس از شکسته. پس ما هم اولویتمون همینه که در ماهانه هم یه دونه هیدن بیس تشخیص دادیم. حالا ما اینو باید بهینه بکنیم. میایم تو تایم فریم 4 ساعته، میایم عقب‌تر و اینجا رو باز دقت بکنید دوستان. ما یه فشردگی داریم که ریزشی بوده. حالا یه خط روند اینجا ترسیم بکنیم، میبینید که شکسته شده و یک گره اینجا ایجاد شده که ما این گره رو بهینه میکنیم. یعنی اون گره‌ای که در تایم فریم هفتگی ایجاد شده بود رو میایم اینجا بهینه‌اش میکنیم و قیمت، یعنی ناحیه‌ای که برای ما به دست میاد 70,300 تا 68,750 است. پس هر موقع به این ناحیه رسید، ما با دیدن ستاپ معاملاتی تاییدیه‌هامون و مدیریت سرمایه وارد معامله بایلاین میشیم. حالا قیمت رو که ما داریم 85,000، باید نواحی بالا رو هم در بیاریم. اول ببینیم که بیت کوین اگر بخواد سقف جدیدی بزنه به کجا میتونه برسه، به کدوم ناحیه، به کدوم قیمت ها. این ناحیه رو ما طبق آموزشی که بعداً دوباره بهتون حتما داخل کانال یوتیوبم قراره بهتون آموزش بدم، با استفاده از فیبوناچی مینازیم روی گام حرکتی اینجا ایجاد شده و منفی 0.27 منفی 0.13. این ناحیه رو به ما میده که در آینده میتونه تارگت سقف جدید بیت کوین برای ما باشه. خب اینو ما داریم. الان برگردیم به هفتگی. در هفتگی من بالای قیمت حال حاضر یعنی لایو بازار چیزی نمیبینم. خب دوستان، باید بریم تایم فریم پایین تر که این ناحیه رو میبینیم که اینجا یه دونه اوردر بلاکی داشتیم. خب اینجا یه اوردر بلاکی هست که باعث حرکتی ریزشی گام حرکتی یا همون گام شارپ شده. خب که این هم باز ما بخوایم بهینه بکنیم در تایم فریم 1 ساعته بریم، این رو میتونیم بهینه بکنیم که همین ناحیه‌ای که الان به دست اومده رو میتونیم داشته باشیم. دوستان ببینید یه دونه گره اینجا ایجاد شده و این گره چون اینجا اومده کف زده و این سقفشه، این گره رو من مد نظر گرفتم. باز هم از همون تکنیکی بهتون آموزش دادم. یه خط روندی ما اینجا داریم، یک فشردگی ایجاد شده رفته بالا و این شکستی و اولین گره‌ای که پس از شکست اومده تشکیل شده این گره است. پس ما یه دونه گره بالا سر قیمت بیت کوین داریم که در آینده میتونه بهش برسه 98,500 تا 97,200 و این ناحیه برای گرفتن معامله سرشورت روی بیت کوین برای ما خیلی خوبه. و اگر بازم میگم اگر تاییدیه ستاپ معاملاتیتون اوکی بود، با مدیریت سرمایه میتونید اینجا وارد معامله سرشورت بشیم. حالا بریم اتریوم.
اتریوم در تایم فریم بازم ماهانه میایم بهتر ببینیم. چیزی که در ماهانه من میبینم اینه که این سقف رو اومده انگالف کرده و یعنی اینکه اتریوم میتونه سقف‌های بالاتری رو ببینه و رشد خیلی خوبی رو میتونه داشته باشه، در صورتی که در رشد بیت کوین اتریوم اصلا رشد جذابی نکرد، حتی ریزش‌های شدیدتری هم انجام داد. پس در آینده ما میتونیم این رو مد نظر بگیریم که اتریوم رشد خیلی خوبی رو میخواد انجام بده، ولی کجا ما میتونیم بهینه خرید انجام بدیم و اتریوم رو حتی برای هولد خرید انجام بدیم. نوایی که من زیر قیمت حال حاضر یعنی $1905 دارم، این نوایی هست که این در تایم فریم های پایین تر در آوردم. خب دوستان بریم تایم فریم هفتگی رو نگاه بکنیم. ما اینجا یه دونه اوردر بلاک داریم که این اوردر بلاک 1640 تا 1500. خب این ناحیه اولین ناحیه است که از همینجا میتونه رشدش رو اتریوم شروع بکنه و بره همون سقفی که میگم رو هم حتی بزنه. ولی ما میدونیم که برای معامله کردن اومدیم، این پول میخوایم در بیاریم. ما از اینجا که وارد شدیم در تارگت هایی که مد نظرمون هست خروج میزنیم. اگر این ناحیه به ما یک معامله ای داد و اومد پایین تر، باز هم ما اینجا یک ناحیه دیگه ای داریم که همون گری هست که دوستان حالا بریم تایم فریم پایین تر خیلی مشخص تر میتونیم این رو در بیاریم. 1250 تا 1150 باز هم از همون تکنیک خط روند استفاده میکنیم. اوکی 1250 تا 1150. پس این نواحی رو برای معامله بای لانگ روی اتریوم مد نظر من هست و در بالای قیمت برای معامله سل شورت این سه ناحیه حتی 4 ناحیه که الان میرسیم بهش در تایم فریم های پایین تر. اولین ناحیه که اینجا داریم باز هم حالا این تایم فریم باید پایین تر بیاریم. خب ما اینجا یه دونه اوردر بلاک داریم 3450 تا 3200 دلار. خب ما اینجا یک معامله سل شورت میتونیم در بیاریم، حالا بهش برسه تا موقع تحلیل‌های جدید براتون میذارم و اینجا رو بهینه‌تر انجام میدیم. خب یه ناحیه دیگه که اینجا داریم 2550 تا 2480 که در تایم فریم پایینتر اونجا هم یک اوردر بلاک داریم دوستان، یک اوردر بلاکی باعث حرکت شارپ و زدن کف شده. اوکی پس این اوردر بلاک برای ما خیلی خیلی معتبره و در حال حاضر بازار نزدیکترین گره‌ای که ما داریم بازم از همون خط رونده استفاده میکنیم و گره‌ای که پس از شکست ایجاد شده. حالا ما اینو میتونیم بازم بریم بهینه‌تر بکنیم در تایم فریم 15 دقیقه که میبینید بازم ما اینجا گره‌ای بهینه‌تر داریم که این قیمت 2000 تا 1990 هست دوستان. این ناحیه برای معامله سل شورت برای ما روی اتریوم خیلی خیلی مهمه که در این چند روز بهش میرسه. اگر برسه با دیدن ستاپ معاملاتی تاییدیا و مدیریت سرمایه میتونیم وارد معامله سل شورت بشیم. پس این نواحی اتریوم. حالا بریم روی ریپل که برای دوستانی که میخوان خرید بلند مدت انجام بدن یعنی برای هولد. بریم تایم فریم هفتگی. خب چیزی که ما اینجا داریم دوستان این گره وسط کندل اسپایک ایجاد میشه که ما این رو میریم در تایم فریم پایین تر دقیق در میاریم. الان قیمت حال حاضر بازار ریپل 2.12 سنت هست. خب بریم تایم فریم پایین تر اون گره‌ای که گفتم رو دقیق تر در میاریم، میبینید که اینجا هست. حالا بریم تایم فریم پایین تر بهینه ترش میکنیم. حالا 1 ساعته باید میرفتن، همین 4 ساعت هم اوکیه. میبینید بازم از همون خط روند استفاده میکنیم. اولین گره‌ای که پس از شکست ایجاد میشه اینجاست. پس ما میدونیم که اگر بخوایم برای خرید بلند مدت روی ریپل حساب باز بکنیم برای هولد کردن قیمت 1.52 سنت تا 1.40 سنت برای ما بهترین ناحیه است که خرید انجام بدیم. برای اونایی که ترید میکنن نوسانگیر هستن در داخل فیوچرز این ناحیه اگه ستاپ معاملاتی دیدین حتما با دیدن تاییدیه ها و مدیر سرمایه وارد معامله بشید. اوکی تارگت احتمالی اولین تارگت احتمالی برای ریپل هم $4 تا 3.70 سنت دوستان. اینم که گفتم از طریق فیبوناچی در میان روی گام حرکتی مینازیم که این ناحیه رو به ما میده و ما میتونیم از این استفاده بکنیم که تارگت
اولمونه، حتی میتونه تارگت های خیلی بالاتر هم ببینه، ولی تارگت اولی که برای سیو سود در هولد بلند مدت میتونیم روی ریپل انجام بدیم. خب و چیزی که داریم، بریم تایم فریم روزانه. دوستان این یه خط روندی هست که من بهش میگم نقدینگی بالاش داره اتفاق میفته و این نقدینگی ها دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره و قرار این نقدینگی ها جمع بشه و این رو میدونیم که ریپل باز هم رشد داره و سقف جدید رو خواهد زد. ولی کجاها ما میتونیم برای معامله سل شورت روی ریپل مد نظر داشته باشیم؟ جایی که من مد نظر دارم، حتی این بین دوستان این میتونه حالا اینجا بیاد یک فیک آوتی بزنه، یعنی شکست جعلی اینجا اتفاق بیفته، بیاد پایینتر و از اینجا دوباره شروع کنه. خب یا حتی همین ناحیه هم میتونه بزنه و بره بالا. حالا ما کاری نداریم، ما این ناحیه که رسید با دیدن ستاپ معاملاتی و تایید یا مدیر سرمایه وارد معامله میشیم. این ناحیه هم در تایم فریم 1 ساعته یه گره‌ای داریم که اونجا، یعنی یک گره اینجا داریم که بهش میرسیم، در آموزش را بهتون میگم که ایجاد میشه و 2.83 تا 2.73. این ناحیه اگر ستاپ معاملاتی دیدین تاییدیاش اوکی بود، با دیدن مدیریت سرمایه حتما ورود بکنید و سود خودتون رو از بازار بگیرید. امیدوارم این تحلیل مفید بوده باشه و با دیدن ستاپ معاملاتی و تاییدیا و مدیر سرمایه وارد معامله بشین. حتما کانال یوتیوب رو هم سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فعال بکنید که از تحلیل‌های بعدی و آموزش‌های آینده عقب نمونید.